بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحیم. از سخنان ارزشمند جناب مولانا بدری حفظه الله و جناب مهندس یار محمدی نماینده محترم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و قرائت زیبای استاد قرائت در حوزه استفاده کردید. عزیزان، الله رب العزت انسان را مبارز آفریده است و مجاهد آفریده که انسان جهاد بکنه، مبارزه بکنه و بالاترین مبارزه و بالاترین مجاهده انسان اول با خودش هست، یعنی با نفسش هست. نفس اماره به سو، نفسی که به گناه وادار میکنه، نفسی که فرار میکنه از زیر بار مسئولیت و فرار میکنه از احکام الهی و نمیخواهد که احکام پروردگار را انجام بده، و نفسی که به گناه وادار میکند و باید با این نفس اول از هر چیز مبارزه انسان بکنه. اولین مبارزه و اولین مجاهده و اولین جهاد با خود انسانه. انسان با خودش جهاد بکنه، با تکبرش جهاد بکنه، با حب مالش، با حب جاهش، با بخل مبارزه بکنه. اینها مبارزه درونی هستند با علتهای درونی، با مفاسد درونی، با رذایل اخلاقی. باید انسان مبارزه بکنه و در خود تواضع پیدا بکنه، نفس را شکست بده، نفس را زیر قدم بگذاره و به نفس آماده باشد که از الله تعالی فرمان ببرد. ماه مبارک رمضان در واقع جهاد با نفس اماره هست، با دشمن درونیه که دشمن درونی خطرناکتر از دشمن بیرونیه. این قدر مسلم هست، همه دنیا قبول دارد اینا که دشمن درونی خطرناکتر از دشمن بیرونیه. ما از حتی شیاطین جنی و انسی که دشمن ما هستند، خطرناکتر نفس خود ما هست که با خود ما همراه است و درون ما هست، و اون نفسی که وادار به گناه میکنه، وادار به نافرمانی میکند، از زیر بار مسئولیت ها فرار میکنه و به تعهدات توجه نداره. تعهداتی که ما داریم، وعده هایی که ما کردیم، این نفس وادار میکنه که ما مخالفت بکنیم. لحظه اول باید با نفس مجاهده بکنیم، جهاد بکنیم، و ماه رمضان بهترین و بالاترین جهاد با نفس اماره به سو. من و شما دیدیم در ماه رمضان که چگونه مساجد آبادند، الحمدلله، چگونه مساجد جاه ندارن برای نماز و مردم چگونه هجوم آوردن به مساجد، به تلاوت قرآن، به برنامه های رمضان و روزه گرفتن و لحاظا جهاد کردن. یک ماه با نفس اماره جهاد کردن
با شیطان جهاد کردن و الله تعالی توفیق عنایت بکند. ولی عزیزان من نباید همانطور که مولانا فرمودن نباید این جهاد و این تنها اختصاص پیدا بکنه به رمضان شریف و در رمضان این جهاد انجام بگیره، بلکه این جهاد باید ادامه پیدا بکنه در طول زندگی. الله رب العزت ما را دعوت داده در قرآن عظیم و شان به استقامت دعوت داده است که شما استقامت کنید در راه پروردگار. و یعنی چه استقامت؟ یعنی در مقابل نفستون بایستید. اگر نفس شما را به گناه وادار می کند شما باید مقاومت کنید در برابر نفس. نفس نگذارید که شما را به گناه بکشه. مقاومت کنید در مقابل نفس اماره و مخالفت کنید با منکرات و معاصی که در برنامه نفسه و در کشش نفس موجود نفس به گناه می کشه. و لحاظا باید با نفس مقابله کرد و مبارزه کرد با نفس اماره. اگر نفس ما را وادار می کند که بر سر سختی از زیر بار مسئولیت فرار می کنه، می خواهد من و شما نفس قبول نداره که نماز بخونیم، به نماز استقامت کنیم، به ماموریت های الهی دستورات پروردگار ما باید در مقابل نفس بایستیم. دستورات الله را، فرمان الله را ولو که بر خلاف منافع ما باشند ما دستورات الهی را اطاعت کنیم، فرمان ببریم از پروردگار و حکم خدا را و دستور رب العالمین را ما باید اجرایی بکنیم، عملی بکنیم، ولو که به زحمت بیفتیم، ولو که به تکلیف بیفتیم، ولو که به رنج هم بیفتیم، اما امر الهی و دستور پروردگار باید عملی بشه. حکمت همینه، عقل هم همینه میگه، شرع هم همینه میگه، عرف هم همینه میگه که دستور رب الارباب، دستور رب العالمین نباید به هیچ صورت شکسته بشه، ولو اینکه بر خلاف نفسه، ولو اینکه به نفس خوش نمیگذارد، ولو اینکه شیطان زورش را بزنه و وسوسه‌اش را وارد بکنه. اما دستورات الله هر دستوری باشه، دستورش به نماز، دستورش به زکات، دستورش به حج، دستورش به روزه است، هر دستوری و فرمانی که الله داده است ما باید دستور پروردگار را اجرایی بکنیم، عملی بکنیم، از الله دستور ببریم. و این استقامت یعنی همینه. استقامت یعنی آنکه ما در مقابل نفس بایستیم. نفس به گناه وادار می کند و ما مرتکب گناه نشیم و از گناه دوری بکنیم، از گناه فرار بکنیم و ایستادگی بکنیم. همانطور که سیدنا یوسف علیه السلام در مقابل نفس اماره چگونه ایستادگی کردن، ایستادن و پیروز شدن. عزیزان من، پیروزی در اینه، پیروزی در همینه و موفقیت انسان در این است که به شریعت اسلام عمل بکنه، به سیره پاک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عمل بکنه، به کتاب خدا عمل بکنه، به سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عمل بکنه. این سخت بر نفس، ناگوار بر نفس، سخت بر شیاطین جنی و انسی و لحاظا یک چیزی که بر خلاف میل نفس هست و لحاظا الله دستور داده که ما استقامت کنیم در مقابل نفس، نگذاریم نفس را که ما را وادار کنه به گناه و گناه که خواسته نفس نباید ما این انجام بدیم. در مقابل مصائب، در مقابل ناملایمات، در مقابل فشارهای زندگی، در مقابل هر نوع فشاری که وارد میشه بر سر انسان، قرآن عظیم و شان امین فرموده است که ما باید استقامت کنیم و مقاومت کنیم در مقابل این مصائب و صبر بکنیم، تحمل بکنیم، از خودمون شکیبایی نشان بدیم و در مقابل ناملایمات و مصائب صبر. این استقامت در راه پروردگار که ما استقامت کنیم در راه پروردگار و لحاظا عزیزان استقامت مهمه. ربنا الله گفتن آسانه، چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مقتضای لا اله را
مسلمان گفتن آسانه، لا اله الا الله گفتن آسان هست، اما استقامت آنه که بر مقتضای لا اله الا الله عمل بشه و انسان مسلمان بمانه، پرهیزگار بمانه، عامل بشه به شریعت، عامل بشه به دستورات پروردگار، بیسته در مقابل گناه ها و معصیت، بیسته در مقابل حقوق انسان هایی که باید ما ادا بکنیم، در مقابل نفس بیسته و لحاظ حقوق الناس ما باید ادا بکنیم. حق مردم سنگینن، حقوق الناس باید مراعات بشه. اینها را انجام دادن عزیزان من استقامت در راه پروردگاره و ایستادگی در مسیر حق و در راه پروردگار. این بشارت بهشت را داره. کسی که استقامت می کند مژده بهشت را دریافت می کنه و موفق می شود و کامیاب می شود. بعد از ماه مبارک رمضان من و شما باید اعمال رمضان انجام بدیم و اینطور نباشه که بعد از رمضان من و شما دنبال علیاذ بالله گناه بریم و گناه انجام بدیم، نماز قضا بکنیم و گناه انجام بگیره، معصیت انجام بگیره. در ماه رمضان از دروغ پرهیز شد، از غیبت پرهیز شد، از تهمت پرهیز شد. خیلی چیزا گفتیم روزه ما میشکنه، روزه ما باطل میشه ثوابش. لہذا بعد از ماه رمضان شما استقامت بکنید و همانطور که در ماه رمضان پرهیز کردید این پرهیزگاری را ادامه بدید، از همه گناه ها دور بشید و حقوق مردم ادا بکنیم و دستورات الهی را اجرا بکنیم. لہذا به تلاوت ذکر خیر را ما انجام دادیم، این خیر را سعی بکنیم که بعد از رمضان انجام بدیم و بعد از ماه مبارک رمضان انجام بگیره. مساجد نباید ما ترک بکنیم و بعد از رمضان حضور ما در مساجد بسیار کمرنگ باشه و کم باشه. نماز در خانه ها بخونیم. توصیه همینه که شما نمازایتون با جماعت ادا بکنید و این سنت رحمت للعالمین هست. محمد امین صلی الله علیه و سلم که نماز را در سخت‌ترین شرایط هم، حتی در حالت مریضی که نتوانسته به پای خود بره به مسجد، دوتا دستش در شانه دوتا صحابی بوده و حضور پیدا کرده در مسجد و نماز را برگزار کرده و نماز ادا کرده. نماز محبوب پروردگار است، عمل خدا پسندانه و عملی است که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشتن و سردی چشم و راحت روح و روان و جانش را نامیدن نماز. و لحاظا بر نماز استقامت بشه و نماز کوتاهی نکنیم و نماز تا آخر ما باید بخونیم و لحاظا نماز داشته باشیم. و انشاءالله بعد از رمضان ما سعی داشته باشیم که مانند ماه رمضان دین محکم بگیریم، مضبوط بگیریم و من و شما را برای همین دین خلق کردن و همه این جهان برای دین خلق شده است و بالاترین هدف زندگی عزیزان من دین هست. مردم دنیا امروز هر کسی به هر یکی به یک چیزی خوشحال است، خوشحالند. بسیار به ثروتشون مینازند، بسیار به دلارهایشون مینازند، بسیار به پیشرفت‌های دنیویشون مینازند. اما عزیزان من همه این دنیاست و نافایدار. پیشرفت خوبه، ترقی خوبه در عرصه های دینی و دنیوی، اما بالاترین نعمت پروردگار دین هست و الله تعالی این سرمایه دین به من و شما داده است. بالاترین سرمایه دار و بالاترین ثروت دین هست که الله تعالی به شما داده. لہذا برای دین اهمیت قائل باشیم و نگذاریم که دین خدای نکرده ضایع بشه و متضرر بشود. امروز ما در دنیایی که به هر حال زندگی میکنیم، دنیایی است که شرایطش متفاوت با شرایط گذشته است. 40 سال پیش از این
انقلاب اسلامی پیروز شد و شرایط 40 سال، شرایط که او زمان قانون اساسی نوشته شد و خبرگان این قانون وضع کردند و سیاست هایی که او زمانه مسئولان نظام و بزرگان نظام و رجال سیاسی مملکت نشستند و این قوانین ترتیب دادند و تنظیم کردند. امروز شرایط متفاوت هست با او شرایط 40 سال پیش از این. حتی شرایط امروز با 10 سال پیش از این، با چند سال پیش از این تفاوت داره و لحاظ زمانه با سرعت داره جلو میره و شرایط جدید در دنیا و در جهان به وجود می آید و لحاظ شرایط امروز تفاوت میکنه با گذشته و لحاظ زمان ما میتوانیم موفق باشیم و کشور ایران میتونه که بدرخشه توی دنیا و موفقیت کسب بکنه و نظام جمهوری اسلامی که ما با شرایط روز باید پیش بریم، شرایط حاضر را در نظر بگیریم. اشتباهی که اگر ما فکر بکنیم که 10 سال پیش از این، 20 سال پیش از این سیاست های خارجی و داخلی تنظیم شده و به نحوی حرکت کرده است، ما به همین شرایط بریم به نفع کشور و به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایرانان است که خود را با شرایط روز تطبیق بده و با شرایط روز سیاست ها را تنظیم بکنه. سیاست های داخلی یا سیاست های خارجی نیاز به بازنگری دارن، نیاز به تغییر دارن. هم شرایط بین المللی و جهانی این هم تقاضا میکنه و هم ملت ایران خواهان تغییر هست، خواهان بازنگری در شرایط گذشته. حتی قانون اساسی ما که یک قانون بسیار خوبی است، گرچه اجرا نمیشه، خیلی بندهای قانون اجرا نمیشن و در بسیار مسائل متاسفانه اعمال سلیقه است و بسیار قدرتمند هستند و بسیار ارگانان و نهادند که متاسفانه توجه ندارند به این قانون و خود را مافوق از قانون میدانند و اعمال سلیقه میکنند. ولی قانون همین قانون خوب که 40 سال پیش از این توسط خبرگان او روز این تنظیم شده است نیاز به بازنگری داره. سیاست های داخلی و سیاست های خارجی در کشور عزیز ایران جمهوری اسلامی امروز نیاز دارن به بازنگری و به هر حال این سیاست ها را ما باید بر روز تنظیم بکنیم. ملت ایران هم امروز خواهان تغییر در سیاست های داخلی و هم سیاست های خارجی و اگر ما این سیاست ها را تنظیم نکنیم صحیح و درست با مشکلات مواجه میشیم و لذا یکی از خواسته ها همین است که به هر حال در سیاست های موجود جاری کشور باید تغییرات انجام بگیره، بازنگری انجام بگیره. و یک نقطه، همین نقطه دومینه که امروز تمام ملت های دنیا، ملت های پیشرفته و ملت های توسعه یافته دنیا امروز از گرایش های قومی و گرایش های تعصبات قومی بگم و تعصبات مذهبی عبور کردن، به انسانیت فکر میکنن، به مردم فکر میکنن، به شهروندانشون فکر میکنن، به همه انسانهای دنیا فکر میکنن. تعصبات خواه قومی باشه یا تعصبات مذهبی باشه انسان عقب مانده میکنه. ملت هایی که گرفتار تعصبات شدیدن، قومی یا مذهبی، اینا ملت های عقب ماندن، اینا ملت های توسعه یافته و ملت های پیشرفته و ملت های فرهیخته نیستن. و لحاظا یکی از چالش هایی که بر سر راه ملت های دنیای و کشورهای دنیای تعصبات جاهلانه هست، تعصبات کورکورانه، تعصبات مذهبی و تعصبات قومی هست و متاسفانه ما توی کشورمون هم با این تعصبات مواجهیم.
تعصبات مذهبی یا تعصبات قومی و زبانی، بله این تعصبات هم هست. ما اینها چالش هم بر سر راه پیشرفت کشور ما، ترقی کشور ما، و اینها چالش هم بر سر راه ملت عزیز ایران و ملت شریف ایران. اینها تعصبات، اینها عرض کنم چالش هایی هستند که او محبوبیت و جایگاهی که ملت ما باید داشته باشه، کشور ما داشته باشه، متاسفانه اینا مانع شدن. ملت ها الان از این مسئله عبور کردن که آقا شما نماز چگونه میخوانید؟ دست بسته نماز میخوانید یا دست باز نماز میخوانید؟ ملت ها به توجه ندارن. شما مسلمانید یا مسیحی کسی یا یهودی کسی، حتی غیر مسلمانه، میخواد عبادت کند الله تعالی را، زرتشتیه میخواد با همون چیزی که خودش اعتقاد داره الله تعالی را بندگی بکنه. ما چکار داریم با اعتقاد ملت ها؟ و ما مسئولیت نداریم از لحاظ شرعی، و قانون هم آزادی داده، شریعت هم آزادی داده. اگر کسی بالاخره در اعتقادش تغییرات ایجاد میکنه، این آزاده، در هم از لحاظ قانون اساسی آزاده و هم شریعت اسلام این را آزادی داده. اما کسی ما میخواهد توی مسجد بره عبادت بکنه، کسی بره توی کلیسا بره، در معابد بره عبادت میکنه، دین دیگری داره. ما با دین ملت مردم چه کاری داریم؟ با مذهب مردم چه کاری داریم؟ اینا الان هم هست متاسفانه کسانی که روز عید مردم جلوگیری میکنه از نماز، یا روزهای جمعه مردم از نماز جلوگیری میکنند، و هنوز او آزادی که قانون اساسی داده است در بعد آزادی های مذهبی یا آزادی های دینی که ادیان مختلف دارند خلل ایجاد میکنند و مشکلات ایجاد میکنند. به عنوان مامور نظامن، به عنوان مامور دولتن، و لحاظا اینها چیزی است که به هر حال ملت ایران خواهانه که اینها باید از سر را برداشته بشه. علمای کرام و علمای بزرگوار شیعه و سنی، حوزه های علمیه و شخصیت های علمی باید ببینن دنیا را. امروز ما باید دنیا را ببینیم که دنیا داره به کدام سو میره، و دنیای امروز تفاوت میکنه با دنیای گذشته. امروز ملت ها دارن رقابت میکنن در آزادی دادن، در آزادی دادن مردم. آزادی یکی از حقوق ملت هاست و حقوق مردم، آزادی های قانونی، آزادی های که دین اسلام داده. حداقل ما او اندازه که دین اسلام آزادی داده است ما آزادی بدیم، او اندازه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین آزادی دادن، او اندازه که حضرت رسول داده، خلفای راشدین دادن در صدر اسلام، که به هر حال ما معتقدیم بهترین دور در اسلام دور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بوده و شاگردان مکتب آن حضرت بوده است. لحاظا ما باید به مردم آزادی بدیم. آزادی های بیان، آزادی های سیاسی هست، آزادی های قلم و آزادی های مذهبی هست، انواع آزادی هایی که ملت ایران به این آزادی ها نیاز دارند. مردم ایران مانند سایر مردم دنیا باید آزادی داشته باشند. ما امیدواریم که اینها مراعات بشه. اینها مایه ترقی کشور است، اینها مایه بلندگی ملت ایرانه و اینها مایه سربلندی آزادی دادن. هرچه فکر وسیع‌تر باشه و هرچه نظر بلندتر باشه و دیدگاه وسیع باشه، جایگاه انسان بالاتر میره. و لحاظا این اختلافاتی که امروز متاسفانه دامنگیر مسلمانان، اختلافات فرقه‌ای، اختلافات مذهبی و اینها تمام از همین تعصبات، باید ملت شریف ایران، اما الحمدلله ملت ایران فکرش خیلی وسیعه، اما او افرادی که فکرشون تنگه و تنگ نظری دارن، لااقل خواسته ما از
مسئولین امر و مسئولین نظام اینه که اینها را سرکار برکنار بکنند. به هر حال تمام ارگان ها و نهادها باید دیدشون وسیع باشه. مانند رهبر جمهوری اسلامی باید اینها جهانی فکر کنند. همانطور که ایشون فرمودن اینجا در ایران اسلامی دستور دادن که همه اقوام و مذاهب باید به حقوقشون توجه بشه و ارکان نظام نباید در حق اینها تفاوت قائل باشند. لہذا وقتی رهبر این دستور میده، چرا این دستور امروز عملی نمیشه؟ فرمان رهبر جمهوری اسلامی شخصیت اول مملکت است. چه کسانی باید این دستور را اجرا بکنند؟ شورای امنیت ملی باید این فرمان رهبری را باید اجرا بکنه، بخشنامه صادر بکنه به همه نهادها، به همه ارگانها و نگند یک سیاستی بوده. بعضی این توجیه را میکنن و میگه یک سیاستی بوده با توجه به شرایط که رهبر دستور داده. ما اعتقادمون آن است که نه، این سیاست نبوده، یک فرمان واقعی بوده که رهبر دستور داده و لحاظا باید به این توجه بشود. به هر حال جامعه اهل سنت دو تا دغدغه داره، همانطور که بقیه مردم ایران هم دغدغه ها دارن. یک دغدغه‌اش در رابطه با اجرای عدالت هست و نگاه یکسانه و عدم تفاوت بین فرزندان این مملکت. همه ما فرزندان این مملکتیم، شهروند این مملکتیم، نباید بین ما تفاوتی باشه. همانطور که در دفاع از مرزهای کشور و همانطور که در موارد دیگه بین ملت ایران تفاوت نیست. همه برای دفاع از تمامیت ارضی، برای دفاع از امنیت کشور در راستای وحدت امنیت ملی هم حرکت میکنن. لہذا نباید بین اینها تفاوت باشه. ما امیدواریم که اینها که جلوی پیشرفت را گرفتن و چالش بر سر راه کشور شدن و ملت شدن، این چالش را بردارن مسئولین همت بکنند. خدا اونا را کمک میکنه. آزادی بدن به مردم، آزادی قانونی. هر کسی میخواهد به هر صورت الله را بندگی بکنه، در هر جای کشور بندگی بکند، مانع بر سرش نیست. هیچ کس در این کشور حق نداره که کسی را مانع نماز بشه. این خلاف شرع و خلاف دین ما. بالاخره تکفیری نیستی که فتوای بدیم، ولی حداقل به کسی که از نماز منع بکنه به مسلمانی شک میکنیم که مسلمان باشه. چرا نماز چیزی نیست که کسی بگه که آقا شما نماز نخونید. برای نماز کسی بترسه، برای نماز کسی واهمه داشته باشه و لحاظا دست این افراد باید گرفته بشه، مردم آزادیشون رو داشته باشن. ما شهروند این مملکتیم و لحاظا از قانون اساسی پیروی میکنیم و معتقدیم که همه از قانون پیروی بکنند و همه را به قانون فرا میخوانیم که قانون پیروی بکنند و همه را به سعی صدر و بلندی نظر دعوت میدیم. ما بین شیعه و سنی الحمدلله قائل نیستیم. ما در سیستان و بلوچستان حداقل ما، یعنی من نمیگم که همه اینطوره، بله ما حل کردیم این موضوع را الحمدلله. ما توی سیستان و بلوچستان اعلام کردیم بارها که یک تار موی از سر شیعه و سنی اگر کم بشه برای ما فرق نداره. ما همانطور که حساسیم برای شیعه حساسیم، میگم اول برای سنی هم همونطور حساسیم. میگیم که اینا مال و جانشون باید اینا امنیت داشته باشه و به هیچ کسی تا آنجایی که توانایی ما و این مردم باشه اجازه نخواهیم داد که اینجا کسی به کسی تعرض بکنه، ولو که غیر مسلمانی در این استان باشه. ولذا انتظار داریم که مسئولین امر به این مسئله و این نقطه توجه خاص داشته باشند. الله تعالی توفیق عنایت کنه به همه ما، توفیق عمل عنایت بکند. از الطاف الهی و نظر لطف پروردگارانه که ما در این شرایط حاضر به هر حال توانستیم به لطف الهی و فضل پروردگار رمضان همه جهان اسلام، این ویژگی این رمضان بود
که همه جهان اسلام یک روزه گرفته، روز پنجشنبه همه روزه را آغاز کردن و بعد از الطاف الهی اینه پنجشنبه یکی از بهترین روزه است و بعد از الطاف الهی آنه که همه جهان اسلام امروز عید اعلام کرده است. روز جمعه پنجشنبه روزه شروع شد و جمعه عید شد. عید امروز در همه دنیای مردم به مصلاها و بیرون از شهر و داخل شهر نماز برگزار میکنن، نماز عید. این نظر لطف پروردگاره. ما به فعل نیک میگیریم که انشاءالله رحمت رب العالمین سرازیره و امیدواریم و احساس مجده میکنیم که الله تعالی میخواهد مسلمانان را متحد بکنه و منسجم بکنه. مسلمانان باید بیدار بشن و هوشیار باشن که دشمنان در کمینن و میخواهند مسلمانان را تفرقه ایجاد بکنن، به جان یک دیگه بیندازن و آب گلالود کنند و ماهی بگیرند. این سیاست دشمنانه. برای منافع خود میخوان مسلمانان درگیر بکنند تا اسرائیل نفس راحت بکشه و به اشغال خودش در سرزمینه اشغالی ادامه بده و بیت المقدس را همانطور که امریکایی پایتخت اعلام کرده پایتخت اسرائیل، لحاظا میخوان اسرائیل به راحت برنامه ها و سیاست های توسعه طلبانه و متجاوزانه خودش را ادامه بده. مسلمان باید بیدار باشه، کشورهای اسلامی باید بیدار باشن، ملت های مسلمان باید بیدار باشن، منسجم بشن، متحد بشن. بوی اتحاد داره میایه عزیزان من و بوی اتحاد از رمضان، از تحولاتی که در دنیا داره میآید و همه متوجه میشه که داره به کدوم سو میرن و به کجا دارن میرن. فاین تذهبون، الله میفرماید شما داری کجا میرید آیا مردم دنیا؟ و لحاظا به وحی الهی، به قرآن عظیم و شان، به منافع خودتون، به عقل توجه کنید. و لحاظا ما امیدواریم مسلمانان همه دنیا بیشتر بر سر عقل بیایند و شرایط حاضر درک کنند، بیدار بشن. بیداری دینی و اجتماعی هر تا مهمه و منسجم بشن و متحد بشن و جهان اسلام نیاز به وحدت داره و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. توصیه میکنم به عزیزان که الان ایام تعطیلات مدارس هست و فرزندانشون را برای یاد گرفتن قرآن و احکام دینی به کلاس های قرآن بفرستن. بچه ها بیکار نباشن، وقتشون را توی کوچه و خیابان ها تلف نکنند و لحاظا قرآن یاد بگیرن و قرآن حفاظت میکنه اونها را از همه فتنه ها و دینشون را برن، احکامشون را یاد بگیرن. این حیاتیه و مهمه. والدین مادر و پدر به این نکته توجه داشته باشن، برای فرزندانشون برنامه ریزی بکنن، آموزش دینشون و آموزش روزشون. توصیه بنده به شما اینه که فرزندانتون به مدارس دولتی آموزش پرورش بفرستید و مواظب باشید که بچه شما گرفتار افت تحصیلی نشه و ویل نکند تحصیل را. حیاتی دانش، حیاتی علم و هم حیاتی دین و لحاظا هم باید با علم شریعت و علم دین فرزندانتون یاد بگیرن، احکامشون یاد بگیرن و هم به دانشگاه ها درس بخونن، هم حوزه و هم دانشگاه حیاتیان. ما نیاز به پیشرفت دینی و دنیوی داریم، هر دو بود نیازن و لحاظا نیاز داریم به علمای صالح، علمای ربانی و تحصیل کردگان متحد. بهتری خانواده همانه که برای بچه هایشون فرزندانشون برنامه ریزی می کنند و اهمیت قائلن برای فرزندانشون، هم دین بیاموزند و هم اونها را دنیای صحیح بیاموزند. و نقطه آخر تشکری است که با یک تذکر دیگه در رابطه با رانندگی ها هست. جاده ها خیلی تلفات دارن، گرچه جناب مهندس نماینده محترم مجلس مژده دادن از دوبنده شدن جاده ها، ولی تا زمانی که جاده ها دوبنده نشدن و هنوز
مشکلات ایجاد میشه باید بیشتر در رانندگی های احتیاط بشه. قوانین رانندگی را ما رعایت بکنیم و از سرعت غیر مجاز کوشش بکنیم که احتیاط بکنیم و این نکته که هم توجه داشته باشید. و یادآوری میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از کسانی که در ماه رمضان زکات دادن و خیرات دادن، کمک کردن به مساکین، به مدارس، به مساجد، به زندانی ها و خانواده های زندانی زکات پرداخت کردن. امروز ما دعا میکنیم در حق این عزیزان که الله به مال و جان اینها برکت عنایت بکند. جامعه ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ هم قحط سالی در بحران به سر میبره و امروز نیاز بیشتر به صدقات و خیرات هست که ما توجه داشته باشیم انشاءالله. من جا داره شکر تشکر کنم از شهردار محترم زاهدان و همکاران گرامیشون در شهرداری های مختلف که واقعا سنگ تمام گذاشتند و راه را باز کردن، راه بسته را، و تلاش کردن که نمازگزاران به آسانی نماز بخونند و به آسانی بیشتر از سال گذشته به شهر برگردند. الحمدلله راه وسیع‌تر باز شده و انشاءالله جای نگرانی نیست. شما به راحتی انشاءالله میتونید برگردید و نماز جمعه انشاءالله برسید. امروز نماز جمعه انشاءالله ساعت 1:15 برگزار میشه که شما بتوانید برسید، یعنی سر 1:15 امروز خطبه شروع میشه و انشاءالله خود را 1:15 در محل همون مصلا آنجا زیر چادرها انشاءالله خود را برای نماز برسونید. فرمانداری محترم زاهدان و سایر ادارات و نیروهای انتظامی و عزیزان انتظامات خود مسجد و سایر دستگاه ها و نهادها و ارگان ها که در برگزاری این مراسم ما را همکاری کردن، مردم همکاری کردن، ما از اونها همه شکر گزاریم و برای همه دعای خیر میکنیم. الله تعالی همه شما را موفق بداره. سروران گرامی و خواهران محترم، گرچه خواهران نتوانستن به دیگه بیاید ولی انشاءالله آینده جمعی خاصی آمده، بیشتر زمین فراهم میشه که خواهران حضور پیدا بکنن، چون در حیات طیبه آن حضرت خواهران حاضر میشدن به نماز عید. حتی خواهرانی که معذور بودن هم می آمدن به دعا شرکت میکردن، به مراسم شرکت میکنن. این احادیث در صحیح بخاری موجود است و ترغیب میداد حضرت برای شرکت. در بخاری شریف موجوده و در کتب صحیحه موجود است. ما باید خواهران در دین همراه ببریم و نباید خواهران جدا بکنیم و فاصله بین ما و فاصله بین خواهران در مسائل دینی، در حضور در عرصه ها و صحنه های دینی و اجتماعی نباید خواهران عقب بمانند، هم در عرصه های تعلیم و علم، هم در عرصه های اجتماعی و هم در عرصه های دینی باید خواهران بالاخره در نظر داشته باشیم. خواهران که نصف جمعیت اونان و تا جامعه خواهران هدایت نشن و اصلاح نشن و وظیفه خودشون را کاملا نشناسن و بیداری داشته نباشن، جامعه ساخته نمیشه. و نکته دیگران که عزیزان، این رمضان واقعا رمضان عجیبی بود. همه یاد میکنن از این رمضان، رمضان بسیار نورانی، رمضان بسیار آسان، برکات در این ماه رمضان فراوان بود. رحمت احساس میکردید که در این رمضان فراوانه. الحمدلله اکثریت که ما با اونا برخورد داشتیم و داریم، خودمان احساس کردیم که ایش در این رمضان اصلا اذیت هم نشدیم. توی این رمضان فشار بر جسم و اصلا وارد نشد. این نشانه آنی که رحمت پروردگار بود. همه جان اسلام یک روز شروع کردن به روزه برخلاف گذشته و همه جان اسلام امروز جمعه عید کردن. این مژده است، این بوی خوشی که داره برای ما
پیامی داره برای ما از رمضان میرسه که مسلمانان نیاز به انسجام دارن، مسلمانان نیاز به وحدت دارن. ما امت واحده هستیم و نباید امت واحده متفرق بشه، مختلف بشه، دست دسته بشیم. رمضان ما را دعوت داده به وحدت مسلمین که مسلمانان باید با هم متحد باشن، مسلمانان بیدار باشن. عزیزان بیدار بشید که دنیا امروز علیه مسلمانان بسیج شده است. دنیای استکبار، دنیای کفر، دنیای البته همه غیر مسلمانان نه، بلکه دنیای قدرت های متکبر که منافع چشمشون را به منافعشون در کشور اسلامی دوختن، دنیایی که بغض مسلمانان و اسلام را در دل دارن، اینا بسیج شدن و متحد شدن. مسلمانان باید متحد بشن، کشور اسلامی باید متحد بشن، ملت های مسلمان باید متحد بشن. ملت ها پیام ما به همه کشور اسلامیانه که اقلیت های خودتون را حقوقشون را رعایت کنید. از کشورهای اهل سنت میخواهیم که حقوق برادران شیعه ما را و احترام برادران شیعه ما را رعایت کنند. همه کشورها اسلامی باید حقوق اقلیت ها را، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی، اقلیت های دینی، همه حقوق رعایت کنند، کرامت انسان رعایت بکنند. هم به کشور خودمون و همه کشور عرض میکنم حقوق بشر رعایت بشه، حقوق انسان رعایت بشه. اسلام اعلی‌ترین دینه که حقوق انسان را رعایت کرده، حرمت انسان، آزادی لازم انسان را رعایت کرده. ما به حقوق قوانین حقوق بشر تفاوت چندانی نداریم، خیلی چیز معمولی هست و لذا ما هم آزادی قائلیم برای انسان ها، اما در منکرات نه، معاصی نه، فساد نه، ظلم نه. دنیا هم آزادی مطلق هیچ کسی نداره، هیچ کسی ظلم اجازه نمیده، هیچ کسی اجازه نمیده به کسی توهین بکنن. ما هم دین اسلام هم آزادی داره، ولی بعضی چیزا ممکنه تفاوتی باشه. ما به گناه دین اسلام اجازه نداده، به فساد اجازه نداده که جامعه را از بین میبره. ولی آزادی های حقوق بشر ما خیلی از اونا جلوترین. اسلام چندین پله جلوتره در رابطه با حقوق انسان و معتقدیم که همه مسلمانان و کشور اسلامی بر حقوق اسلام، آزادی مردم و آزادی اعتقاد، آزادی همه نوع آزادی ها را مراعات بکنن. عزیزان من، امروز از این جلسه ما یاد بکنیم که میدان محشر را که روز ما به بارگاه الله رب العزت حاضر میشیم، قبرتون فراموش نکنید، مرگ فراموش نکنید و زیاد نبرید، حساب و کتابمون رو در میدان محشر فراموش نکنیم که بارگاه الله حاضر میشیم. مردم عزیز، دغدغه داریم، ما دو تا دغدغه داریم. یک دغدغه ما آنه که ما باید پایبند دین باشیم، ما پایبند شریعت اسلام باشیم. جوانان عزیز، به شما خطاب میکنم، جوانان عزیز از گناه فرار بکنید، از مشروبات الکلی، از مواد مخدر، از این گناهات جوانان عزیز برخلاف شان شما، برخلاف حرمت فامیل شما و خانواده شما هستند. از گناه دوری بکنید. جوانان عزیز، شما گاه باز جمع میشن و بالاخره کارایی را انجام میده که مایه وفت جامعه میشه. شما جوانان متدینید، شما مردم عزیز داردان، این همه مدارس دینی را دارید، شما دارالعلوم دارید، شما این مکاتب و مدارس دارید، این همه قرآن خوانده میشه. شایسته شما نیست که یه وقت خدا نکرده در وقت نماز شما جای جمع بشید و کاری را انجام میدید که با شأن شما نخوره، با شأن جامعه نخوره. ولی از این مسائل دوری بکنید، از احتیاط دوری بکنید و نمازها را پایبندی بکنید. همانطور که در رمضان در مساجد بودید، انشاءالله بعد از رمضان
در مساجد باشی، الله را بندگی بکنیم تا دم موت و سرای محشر و قیامت حضور ببرگری الله تعالی را هیچ وقت ما فراموش نکنیم. یک دغدغه مان دیانت شمایه و ایمان و مسئله دین شمایه. دومی دغدغه ما حق و حقوق شماست که حقوق شما بهترین راش قانون این نمایندگان مجلس باید پیگیری بکنن، علما پیگیری بکنن، معتمدین و ریش سفیدان پیگیری بکنن، نخبگان جامعه باید پیگیری بکنن. ما معتقدیم که باید حق قانونی و مسلم پیگیری بشه و ما اعتقادمون آنه که وقت رسیده، پیام ما به مسئولین امرانه که وقت رسیده که شما همین که ما میگه تغییرات ایجاد بکنید. یک تغییر همینه که حق و حقوق همه مردم ایران مساوی قرار بدید. تبعیض از کشور ما رخت بربنده و لذا برادران اهل سنت به خواسته 40 ساله شون بتوانند برسن. مطلبی که در افطاری خدمت ریاست جمهوری بنده عرض کردم همین مطلب بود که الان ملت 40 سال گذشته است و در 40 سال یک انسان به بلوغ میرسه. پیغمبران 40 سال به نبوت رسیدن. لذا ما ملتی هستیم که و نظامی هستیم که 40 سال از عمر انقلاب داره میگذره. باید ما به بلوغ کامل برسیم و ما همه تغییرات ایجاد بکنیم و همه مشکلات حل بکنیم و همه شهروندان ایرانی و ملت ایران را به نگاه باید نگاه بکنیم و بینشون تفاوت قائل نباشیم. و چند جمله دعا می شود و لحظه امروز دعا را الله قبول می کنن. مطمئن باشید که اینجا دعایی که انجام می گیری به بارگاه خدا قبوله. در نوشتن که من شما امروز در دعایمون مسلمانان مظلوم میانمار، مسلمانان مظلوم دنیا، آسیای ببخشید خاور میانه، مشکلاتی که در جریان است برای این مسلمانان دعا کنیم که گرفتاران الله تعالی مشکلات هستن اینها رفع بکنه.